روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه. دوستان نهایت گرامی سلام، به شنیدن درامی روزنه امید خوش آمدید. طوری که در جریان هستید، باشندگان من به خاطر آب صحی در 4 اطراف قریه چاهای آب جور میکنند تا همه اهالی قریه از آب صحی و پاک استفاده کنند. با جور شدن چاهای آب باشندگان من هم زن و هم مرد بسیار خوش هستند، چون از آب مطمئن و پاک استفاده میکنند. آب حیات است، پس بیایید که هم از ضایع شدنش و هم از کثیف شدنش جلوگیری نماییم. سلام علیکم. دکتر صاحب اجازه است؟ چی؟ دکتر؟ مغزت خوب جای است ها؟ فکرت بگی من دکتر نیستم، مسئول لابراتوار هستم. نام من غبار است. خانه‌ات پر از گندم شود، چرا قدر قار هستی؟ درست است که دکتر لابراتوار هستی، حال درون بیاییم یا نه؟ نه بالکل نه. امرای بوتای خاکپرت کجا میایی؟ پشتم میز استاد باش ها. فکر طبیعی که در وسایل روی میز هم دست نزنی، بی از او دستایت چندان پاک نیست. لابراتوار صاحب قربانت شب تو چی میگی؟ ما شکر مسلمان هستیم الحمدلله، 5 وقت وضو میکنیم، نماز میخوانیم، این سعی کن دستکای پاک و صفاست. خرابیشی زیاد پر نگو. تو میفهمی که از خانه تا اینجا که آمدی چی چیز داره در دستت گرفتی ها؟ اول خب پیسه بره موتر. تو میفهمی که پیسه چی نوت باشه و چی سکه، ناقل میکروب و باکتریاست. تمام روز امرای هر قسم دست ناپاک تماس داره، هر جای مفته. فهمیدی؟ این چی نمونه است؟ این خودش میکروب است. پوزبندش هستی کو، دستکشای پلاستیکیش هستی کو. بیا اونجا بشی گمش کو، چاره نیست دیگه بابا. اینه من اینجا میشینم رو بروی. اینه تو بیرو بارم نیست، قرار او رو که شیشته باش که معلومش کنم. راستی لابراتوار صاحب، با یک کلینیک خوش آمدی. از قوارت معلوم میشه که نو مقرر شده نه؟ سلامت باشی. اله که یک نفر برم خوش آمد گفت. وی چرا برات نگویم؟ تو برای خدمت ما مردم آمدی، باید قدرت داشته باشه. با خانه آباد. قربانت شم، تو مسافر هستی، مقصد کدام کار داشتی سر ما صدا کو. خانه آباد، کارت بگو چی میخوایی؟ منو میگی ها؟ خو تو راست که این نقصه دکتر صاحب خالد است، معاینه برای رفیقم نوشته کرده، مگم نمیفهمم که معاینه چی است؟ بانش سر میز. آفرین. تو باش که من ببینم. معاینه ادرار داری. او چیست؟ برو تشناب. اینه دی بوتلک جواب چای خالی تا کمک کو بیار. خو حال فهمیدم. اینه دستی کرده با سر چشم. خانه‌ات پر از گندم شوه، بیا که اوضاعم خوب نیست. راستی چی گفت؟ این بوتلک بگی برو راستن تشناب چی کنم؟ گوش کو چنارگو لابراتوار گفت که دی جواب چای تا بیار. اوه تو چی میگی؟ من خو ندارم، حالا من چی کنم؟ خیلی بشی که تا تشنابت بیاید. ما قراره در پالیت میشینم. کاش که از تو میشد. او دیوانه، ما تو فرق داریم. تو مریض هستی، من خو نیستم. راست گفتی، مجبور دیگه بشینم. چی او بچه؟ او نه، لابراتوار چی برات اشاره داره؟ راست گفتی، باز اشاره کرده اونه. والا تو باش که ما برم خدام که چی میگه ها؟ بازم سلام علیکم. چیزی میگفتین صاحب؟ چرا شیشتی؟ برو جواب چای تا بیار. خدا زده نداره دیگه، چطور کنم دکتر صاحب؟ لا حول ولا. خب برو برش خوب او بته که تشناب بگیرش. تو خود 3 ساعت تیر میشه سرش. اینه دستی کرده. زور بزن دیگه. چی شده اید؟ یالا خبرداری که تازه جور شدیم، مگم شیمه خو ندارم. بیا آشقلا خان، بیا کندیبالت خوب بانه پیدا کرده. دایی روزا دلش هیچ چندان به کارم نمیشه دیگه.
کاکا خوشحال تام بکی میگی کار کو این خود سابقا دولم به سختی در گردن خود مینداخت. حالا خوشکر ازش بیغم شدیم. باش که من خودم کمکت کنم. دور شو چنارگل که مریضی سابقت ما را نگیره. حالا اکثر چنارگل نخواه او دیگر تکلیف نداشت. خدا مرض ساری خود نگرفته بودش. دیگه کاکا خوشحال که بوجی را بریزیم. نام خدا. حالا آفرین ایلا که یک کار خوب است تو هم دیده مصیبت من خب مدام کار خوب میکنم. خب فکر کس طرفم نمیشه. این یا میرزه باقیش خودت میفهمی و کارت. چنارگل پرتوتی یک گیلاس چای برم کتمی گر که بخورم. راست میگه یک گلاس چای برش پرتو که راستی هم مانده شده. حالا دیگه بچه شیم خدا خیر بده که ما را پیش کاکا خوشحال سربلند ساختی. بگی که بر تو هم بریزم. عاشق الله خان ما خیر ببینی چنارگل ما خب بدون چای و گر کاکا خوشحال گزاره نمیتانیم. خیر ببینی نوش جانتان بخوره. وی که ما میگم خانه پر از گندم شوه. اوی مات مصیبت چی تو که ای طرف آمدی؟ نه که باز کدام جنجال جور کردنی هستی ها؟ میفهمین که دیگه از دست مصیبت دلم صبر شد. صبر ها از دست دروغاش دیگه برای ما هیچ حوصله نمانده. این دفعه میخوایم که سیده برای پلیس تسلیمش کنم. صدایت پخش کو. ما یک گپ بسیار مهم برات دارم. میفهمی چی گپ است؟ میخوایم که باقی پیسه تا برات بتم ما. چی میگی ها؟ گفتم ما رام گپ بزن. خوب فکر نبود. بگو چی میگی؟ باز خود کدام پدان دوزی موزی را خود نداری؟ نه فقط همه قدر کنین که کتما پیش شیرزمان خان بریم. میخوایم قصه دوزی هوا برش کنم و ازش معذرت بخوایم. او خانه پر از گندم شوه. چرا؟ پیش خود فکر کردم که جوان چقدر در فکر ماست. این خب بد گپ است که ما کتش قدر ناجوانی کنیم. و می خاطر بیخی ملک عزت خان از افشای دوزی نوبت هاو تیر شد. دیگه چرا دمرداری که ملک صاحب میخواه خاک سرش پرت چوبت میزنی ها؟ میفهمی؟ مرا وجدان مازار میته. وجدان؟ چی میگه؟ بیا از این هم ده پیوان کو. یفته از کدام طرف برآمد. شما دیگه ایشو چی کار دارین؟ کتم برزای خود با پای خود میرین یا نه؟ نمه قدر بگوین برام. چنارگل خان حالا تو بگو چی کنیم؟ چی کنیم دیگه؟ کتش میره هرچی باد آباد. مقصد پیسه تو وصول شود. ماشاءالله به این کل چای مزدار. دستپخت کی است؟ در خانه مادرمشان تیار کردن مولوی صاحب. با راستی که مزدار است. اوسانه پخته کردن بسیار جنجال داره. دی چند روز برامم زیاد اوسانه رنگ و رنگ پخته میکنن. نام خدا یک بیروبار آشپزخانه می باشه که پرسان نکنین. این دیگه گویا شیرینی مقرری سنگین لالای است. این که گفتیم بیا امرای خود به مسجد ببریم تا در دوران گپ زدن چای خورده و مشوره کرده به نتیجه مثبت برسیم. بدون شک انشالله وقت دان آدم شیرین باشه گپای شیرین هم میزنه و نتیجهش هم مزدار میباشه. بالکل همونطور است. شیر زمان جان شما چطور مطمئن گفتین؟ مرا مولوی صاحب یک زنگه وارد تلفن رساند. به این خاطر کم خبر داشتم. بله عادتم است که به خبر و دفتن کسی را وارد یک مسئله نمیکنم. میگم باش که بدون وارخطایی آماده هر قسم گپ زدن باشه. این خوب بسیار کار عالمانه است. نه خوب شد ما هم یک سبق از مولوی صاحب یاد گرفتم. نام خدا جوان هوشیار هستی. ای که مولوی تان قدر میتین خداوند شما را عزت بده. آمین. خوخی حال میریم سر اصل گپ و بر شیرزمان خان مقصد خودم میگیم و نظرشان میخوایم. بفرمایین گوش میکنم. ما در توصیف ورزش براتان چیزی نمیگم. او را نام خدا خودت که یک کاراته باز هستی از همگی که در بهتر میفهمی. مستقیم میایم سر اصل مطلب. بفرمایین بگوین. همه جوانایی را که در رویت میبینی یک برنامه بسیار خوب طرح کردن و مرا در جریان قرار دادن. از ما خوشم آمد و هر سه ما به مصلحات هم گفتیم همراه تو هم شریکش بسازیم. پس حتما کدام چیز خوب است که همگیتان سرش فکر کردیم. ما قصد داریم ورزش یک شکل عام بتیم و مردم قریای خود هم همراه سرگرم بسازیم و هم به این رقم روی به ورزش بیارن. چقدر خوب. و دیگه نمیگین که ورزش از بیرویی جامعه جلوگیری میکنه. و
یک مصروفیت سالم و مثبت است. ایره میفهمی که ما مردم چندان ثروتمند نیستیم. از این خاطر رفتیم پشت ورزش بی مصرف، یعنی دوش و هم ده حیثیت طفلا. ای خوب والا بیخی عالیست. تو سیل کو که چی کارهای مثبت در فکر شما میگرده. طفلا آینده خاک هستن و دوش نمیگی؟ که بغیر از نفس و پای چیز اضافه نمیخواه و هر کس میتونه ای کارو بکنه. معلوم میشه که اضافه است توقعی ما علاقه گرفتی شیر زمان خان. نه خوب شد دیگه. خود شما ادامه بتین که من فقط یک گپ دارم و بس. دیگه چیز خاص نیست. این یک اطلاع به شما بود و اگر دوست دارین ادامهش میتیم. چطور دوست ندارم مولوی صاحب؟ خب گپی است که چطور ذهن کودکا را به این کار تحریک کنیم. با برگزاری مسابقه دوش جایزه دار. این البته ابتکار عرصه ما بود. به خدا که شما همگیتان گنج هستین. چقدر مرا امیدوار ساختین. حالا دیگه ما در فکر مصرف مالیش ماندیم که چی رقم تهیه کنیم. غم نخو مولوی صاحب، این کار کدام مصرف نداره. من تنها امرای کمیته گپ میزنم. راستی برای من یک یادداشت از طرحتان بتین. بعد از اون ما به حیث یک حرکت اولی از طرف خود برگزارش میکنیم و یک فیلم گزارشی هم ازش میگیریم. بسیار خوب میشه. البته ما گپای زیاد دارم. مگم به امروز به همین نتیجه گیری بسنده میکنیم و باقی روی مسئله خوب کار میکنیم تا هرچی بهتر شکل بگیره. بیخی سعیز موافق هستیم. والا فرزان اخوار، من که به خودت ببینم و باز برای همت مصیبت ببینم فکر میشه و دل میخواه که بگویم که خدایا همت به تنه مردانه چقدر چالواز و بیکار است. و خودت فرزان اخوار به جان زنانت یک شیرزن هستی، نام خدایت و این عالم تصمیم گرفتی که در بین خانت یک ماینه خانگک جور کنی. و راستی نگفتی که در ماینه خانت با چی میکنی؟ کمک‌های اولیه، امکانات پیچکاری و پانسمان و تطبیق سیروم. شکر من میگم، پیش از پیش میگم که خدای پاک نیک مبارک کنه برات. زنده باشی عاشق الله بیادر. تو باش که کمک مادر شده بالا. بیا پایان شو، یک کم دم بگی. چای هم داریم و شیرینیگک هم داریم. خیر ببینیم من میگم خانه تابات این دمی چوکیه که پلاستیکی میشینم. برده کمک چای. نه ایام چای و ایام شیرینیگک، نوش جانت. ما میگم خیر ببینی راستی کلگی به خانه شیر زمان رفت، خودت چرا نرفتی؟ از بودی ای که عالمه تانستی ازش کمک بگیری. میفهمی عاشق الله بیادر، پدر خدا بیامرزم گفته بود که همیشه به همت و بازی خود کار و زندگی کنین. باز از مخ و مسئله شخصی است، مگه مردم که کمک میخواین مربوط مشکلات تمام قریه است. ای والله تو سعی کنی چی گپ خوبی زدی، راست میگی خوار. خیلی وسایلش چطور میکنی؟ تو خودت بقدر پیسه نخواد داشتی؟ فعلا فقط وسایل پیچکاری و پانسمان میگیرم، همراه یک تخت صحی برای استراحت مریض که تداویشم میکنم و چند تا چوکی. زیاد چیز کار نداریم. بیاز و وسایل ماینه و فشارم خدارم. من میگم خداوند که تیمت غیرتی که داری عین یک شفاخانه شخصی نصیبت کنه. زنده باشی عاشق الله بیادر. من میگم سلامت باشی. اینه بخیر ما به اخلاص کارای خرد و ریزی ماینه خانیت خلاص میکنه. ما بخیر تا که کارایت بخیر و بخوبی شروع کنی انشالله. سعیس با اولینای برق فکرت باشه که نگیره. وی شما هم برق دارین؟ در ماینه خانه برق باید باشه. ما چند تخت سولر گرفتیم، خوب برق میته. برق خروشنی است. میگویند ورزش ضامن صحت است. این حقیقت است و باشندگان من این حقیقت را درک کردند. به همین خاطر همه دست به دست هم دادند تا در قریه رقابت ورزشی را در میان اطفال و جوانان را اندازی کنند تا ورزش در میان مردم عام شود. شما نیز به ورزش رو بیاورید تا صحتمند باشید. روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.